جن باید بزنم عشق کنیم. به به. چی شد اصلا برند قهوه زدی؟ برند قهوه این که من قبل از اینکه وارد این شغل بشم اینو روشن کنم صدا میرسه. بازمانده دوره کافه منه. کافه هم داشتی؟ آره. خب بدنم باید یه چیز کوچیک خانگی بگیرم. جایگزین این سنگینه در بالا. من قبل از اینکه وارد این شغل بشم یعنی باید عرصه تصویربرداری بشم و روزا آشنا بشم کافه داشتم. قبلترش یا همزمان با کافه و همزمان با کافه نماینده برند لاوازا و کیمبو بودم شمال کشور، زیرنظر شرکت خوشنوش جهان و بامداد نوش جهان قبل از تحریما. آره الان اونایی که هست قاچاق دیگه، اون موقع مسئله سلامت داشتیم واردات. بعد که تحریم شدیم و این نمایندگی رو از ما گرفتن این حرفا، روزا کلا از این آدم هست که میگه هرچی دوست داری باید بری انجامش بدی. این حرفا هر بال میدونه از این تشویقم کرد. با هم یه برند رو انداختیم به نام روزا آریا. چه خبر؟ آره قشنگه شد، اسم قشنگه هم هست. آره این دسته بندی همون شد. روزاریا. بعد قهوه سبز وارد میکنیم، روست میکنیم، گرین میکنیم و برای مصارف خانگی میفروشیم. این ناپولی 100% روبوستاست، برای ایرانی هست. بله برای بچه عزیز ایران. این میلانو 50-50 همه اسم شهرهایی هستند توی ایتالیا. این لاتینا 70 عربیکا 30 روبوستو. این سوبلند رو به نام سوها گذاشتیم، خیلی دوست داشته و کمک میکرد این حرفا که ما تو این عرصه وارد شیم. خودش هم دوست داشت همچه کافه بزن. اسم مستعار سوها بود، لیتل استار. مثلا همین اینو داشتیم. 100% عربیکاست. بعد الان دارم برای همین سور کیفیت خوبه عربیکا. آره خودم همیشه یعنی هم من هم روزا یا میلانو میخوریم یا سو. از روزا بگو زندگی باشه چجوریه؟ عالی. واقعا اینجوریه که فکر نمی کنم هیچ زن و شوهری بتونن اینقدر با هم کنار هم عشق کنن. دیدی مثلا طرف میخواد بره مسافرت مثلا 4 تا میشن 6 تا میشن خوش بگذره، من از 2 تایی میریم بیشتر خوش میگذره. حس خوبی. واقعا 2 تایی میریم بیشتر خوش میگذره. یعنی یک نفر فقط اضافه میشه ماجرا عوض میشه. چون از این آدمایی هستیم که از مسیر لذت میبریم، از لحظه لذت میبریم. هیچ وقت کسی همین الان مثلا بعد از دوره روز خلوتمون قطعا یک جوری میگذروندیمش که ثبت شه به عنوان خاطره قشنگ. لذت میبریم کنار هم دیگه. قهوه خوبیه. مرسی. چیزی مهمترین بزرگترین چالش که فکر می‌کنی تو زندگی زناشویتون وجود داره چیه؟ چالش؟ یه چالشی داریم، چالش مشترکه، این که با هم چالش داشته باشیم. فقط سر اینه که میاد تو قاب من. این بکنم همه یک قسم بداره با هم داره. آره توی قاب پیدا میکنی جا اینجوری دیدی با رونین مثلا تصمیم میگیری از یه زاویه بری به زاویه به نقطه بی برسی یا واسه شوزه میاد دوباره از بعد یهو مثلا اون لحظه داری میگیری حالا تو اون دریاچه اون پشت قایقی هم داره رد میشه دیگه. این اتفاق نمیفته که میرون ما همه دعوای ما که دعوا که نه، حالا مثلا بحثای ما سر کاره. میام خونه یه مدلی هم هستیم که دیگه اصلا انگار که اون روز کلی با هم درگیر شد دور از نو شروع میشه. بریم بالا طبقه سوم و سوالاتی داریم تکرمه‌ای که باید جواب بدید. فکر میکنم یه کوچولو شما رو به چالش بکشیم ببینیم چی کار میکنید. موافقید؟ آره. به جن اعتقاد دارید؟ جن؟ فیشکیلر کیه؟ میگه اصلا چی شد؟ چرا ازش بدت میاد؟ چرا؟ خیلی من
برخلاف روزا اصلا از هیچ کس بدش نمیاد، هیچ کس اصلا زشت نداره، اصلا خیلی میکنم مدیرلو عروس زشته واقعا، یعنی از هر منظری نگاه کنی زشته، اصلا چپ و چله مثلا. خب روزا میگه چرا قشنگه، میگم آقا چی جوری اینو میگی؟ واقعا قشنگه نخواه نظر من میگی فرق داره. به من چرا میگی قشنگه؟ خدا فیلم نیست. من واقعا به نظرم آدم زشت وجود نداره، آدم زشت از نظر روزا وجود نداره. یه توی مقطعی بعضی آدم یه کوچولو بد میشن، بعد من نمیتونم به اون بدیاشون فکر کنم. الان من آدمی دارم تو زندگیم که خب 4 سال با ما بود، بعد ما خیلی دوستش داشتیم، خیلی هم حالا چالش داشتیم، مشتری ازش راضی نبودن اینا، ولی من این آدمو دوست دارم. حتی اگه با اینکه الان باش دچار مشکلیم، دیشب آره برگشت گفت مثلا تو از فلانی بدت میاد، گفتم نه اصلا. آره تو سوال پرسیده بودی، گفته بودی از کی بدش میاد، گفتم منم از کسی از بدش بیاد، واقعا کسی نبود. گفتم واقعا کسی نیستش بدم بیاد، واقعا به اینقدر میبخشم آدما رو. یعنی میام یه موقع دست یکی عصبانیه میذاره فکر میکنم بعد یهو یاد چیزای خوبش میافتم. حتی اگه بگو سر سوزن یه لبخند دیده باشم ازش، به اون چیز واقعا اینجوریه. پیمانا ادا نیستا، میدونم مثلا نمیتونم به چیزای بعدشون فکر کنم، تمرین نیست همین چیزا. ولی عارف برعکس من مثلا از 30% از آدما که خوشم نیاد دیگه خوشش نمیاد. انقدر خوشم، یعنی انقدر آدمیم که اصلا نقاب نمیزنم، اینه که من نقاب نمیزنم آخه. چه طرف نگاه میکنم میگم آقا از تو بدم میاد. عارف نقاب نمیزنه، منم اصلا فیلم بازی نمیکنم. از اینکه ناراحت باشم تنهایی عروسی چپ و چل بود، میگی چه قشنگ بود. میگم چجوری میگی قشنگ بود؟ مگه میشه؟ بالاخره یه معیاری وجود داره از زیبایی، از قرن هفتم شاعرها راجبش گفتن. تو همین الان چجوری میگی قشنگ بود؟ این نقاب نیست، فیلم نیست. این چیزی هم که من میگم همینه. یعنی من واقعا سعیم تو این زندگی این بوده که واقعا مثلا چیزای خوب آدم بیشتر یادم بمونه. نمیگم ناراحت نمیشم، نمیگم نمیرنجم، عصبانی میشم، گاهی وقتی حرفایی میزنم 10 دقیقه بعد میگم خب چرا من مثلا تو حرف زدم، بعد میشینم جای اون طرف مقابل و خودم رو منیج چیز میکنم که خب شاید منم نباید مثلا فلان حرکت رو میکنم، شاید من بهتر بود فلان حرف رو نمیزدم، ولی بقیه آدم اون کار نمیکنه. این پیشگیلر یه نفری که من اگه بدم میاد حذفش میکنم، این دونه رو به دلایلی که وجودش باعث میشه روزه راحت‌تر باشه نمیتونم حذفش کنم، بعد رو مخم این ماهی از ما چرا پیشگیره؟ اولین روزی که اومد بود پیش ما یه ماهی زنده ما رو که رنگ سفید بود، زال بود، اون ماهی خیلی هم کمیاب بود. این ماهی که زال باشه اصلا دقیق اشاره کنم معلوم میشه کیه، واسه همین میگم. یه ماهی زالو فکر کرد که مرده رنگش پریده، زنده انداخت تو سرشخال کش. همه جا دیگه اسمش شد پیشگیلر. آره اسمش رو گذاشتیم پیشگیلر. اسم ماهیمون عبدالله بود. عبدالله قشنگه لذت بردم. مرسی. خب بریم سر سوال بعدی. از مهمترین آرزو تو زندگی چیه؟ من؟ میخوام اینم چون از روزا پرسیدیم میخوام که ببینم آره درست گفته یا نه. چی گفته؟ ببینیم درست گفته. نمیگم مهمترین آرزو من خوشحالی آرامش من رضا، واقعا همین، فقط آرامش. یعنی اینقدر آرامش دوست دارم که اصلا درست گفتم. فقط سفر رو نگفتی. آره همون خوشحالی آرامش تو سفر میاد بیشتر این روزا چون هر وقت دور میشیم از این مهمترین آرزوش آرامش و آرامش داشتن مونه، پس سفر رفتن. خیلی خوشحالی آرامش من رضا. آقا شما کسی رو دیدید که مهمترین و
بهترین نوع غذایی که ما داریم و بعدش بیاد، مثلا غذای رسمی ایرانی که آره خیلی رسمی منطقی نیست. رسمی آمودی رو بعدش میاد. عاشقشم غذایی که من عاشقشم روزا بعدش میاد. اگه تو منظورت اینه که من از اسفناج بدم میاد، آره از اسفناج ما همه اسفناج خوریم دیگه. من از اسفناج بدم میاد. من از کله پاچه بدم میاد. کله پاچه چهارمین غذای کندش جهانه. اسفناج چرا؟ بابا کله پاچه اصلا یه رسم زندگیه. ولی اسفناج میتونه نباشه، کله پاچه نمیتونه نباشه. چرا کی گفته؟ کسی دیدی مثلا بازی کنه، مثلا حک بزنه یا پوکر بازی کنه سر اسفناج؟ اصلا پوکر سر کله پاچه میبندن ملت. سر کله پاچه آدم میگوشن. نه اونجا منتظره اسفناپلو. نه من اسفناجی نیستم. بعد از اینکه اسفناجی نبودم هم فهمیدم که حالا کلی هم مشکل داره، اسفناج براش خوب نیست، بهونه براش پیدا کرده. ها من برای کلی هم خوب نیست. من تا 30 سالگی کیپلان نمیخوردم، واکنش بد نشون میدادم بهش. 30 سالم که شد گفتم اصلا این چه رفتاریه. حالا به شما نیستم، حالا عاشق شدی نه؟ عاشقش نشدم ولی میخورمش. ببین منم همینم. اسفناجو مثلا روزا که یه مدل خشکی درست میکنه که یکم هم شوره، میخورم. دوست داره میخورم ولی دوست دارم میخورم سیرشم. من عاشق آشپزیم، با عشق آشپزی میکنم. اون رو من بتونم حذف کنم، اسفناجو بشه حذف کرد، کله پاچه که مهمترین وعده غذای خودمه رو چی کار کنم؟ من عاشق کله پاچه‌ام برای دیگران. دم صبح 5 صبح بری کله پاچه بزنی کلبش اوف. من نمی‌دونم اصلا ما کله پاچه از بیرون میگیریم، مثلا مهمون داریم میاریم برای روزا املت می‌ذاریم. آره بچگی فکر کنم این بوه شاید روم. آره با بو مشکل. الان ماهی هم غیر از قزلی که خودم بهترین ماهی رو درست می‌کنم ولی خیلی فن ماهی نیست. ما می‌بینیم قشم یه ما قشمیم بیار بریم مثلا مرغ درست می‌کنیم. مهمترین اتفاق خوب زندگی چی بوده؟ مهمترین اتفاق خوب زندگی مهمترین من درست نوشتم آشنایی با عارف. الان تو که خط دادی دیگه. به خدا به جان روزا من بهش نگفتم هانام. و اگر این اتفاق 1 ماه زودتر میافتاد من خیلی چیز دیگه هم از دست نمیدادم. یعنی اصلا وجود عارف نه تنها به عنوان پشتوانه و مثلا همه چیزم بوده، به خیلی بابتش خدا رو شاکرم. اصلا اگه عارف زودتر بود خیلی اتفاق دیگه تو زندگی، اتفاق بد دیگه زندگی من تو نمیافتاد. من با خنده اونو گذاشتم البته. تو بچه شادی هستی اصلا؟ نه داشتم باشه با من نه واقعا شاد نیست عارف. آدم خیلی شادی نیست، اینطوری نگاش نکنین. نیستش ها؟ نه نیست، واقعا نیست. ولی واقعا باعث شادی میشه. یعنی امکان نداره که من اینو یه جایی تو خیابون یه جایی ببینم خنده رو لبام نیاد. خودش کاری میکنه. واقعا خشم فقط من خیلی تحمل میکنم. آره تحمل میکنی؟ خشم تو تحمل میکنی پس ها؟ نه خشمش واقعا خشم خیلی عصبانی هست، زود عصبانی میشه. من هندلش کردم واقعا. امروز بابا صبح داشتن بهم میگفتن که تو باعث شدی که عارف خیلی خشمش کنترل بشه. من وقتی عصبانی میشم خیلی عصبانی میشم. این چیزایی که میخوای مثل اون چیزی که میخوای نیست عصبانی میشه. آره. اینقدر توانایی به خودش باور تواناییشو داره، یه سری چیزایی زرین بر میشه عصبانی میشه که مثلا چرا اونطوری نمیشه. میسپاری به یکی بعد توی یه سری چیزایی که اصلا دیگه از نقطه آ تا نقطه بیشو توضیح دادی گند میزنه عصبانی میکنه. ما همیشه میگم من باید از خودمون یه کپی داشته باشیم. یه ذره آروم باش. نه نسبت به مردم کسی که میتونه من آروم کنه. حالا مهمترین آرزوی شما چیه؟ میخوام الان ببینم دیگه. مهمترین آرزوم تو جریان مصاحبه پایین گفت دیدی درست آرزو زیاد دارم ولی مهمترینش اینه که به کوله بردارم، تجهیزات عکاسیمو بزنم توش، برم عکسایی که دلم میخواد بگیرم. جان روزا من بهش نگفتم. کارایی که خودم دوست دارم. خدا وکیلی من نگفتم. تو گفتی؟ به جان روزا به جان مام بابا نگفتم. الان نگاه کن ببین میگه بی هیچ دغدغه‌ای از هیچ و
بدون محدودیت قدم بزنم تو شهرهای مختلف دوست دارم و از مردم عکاسی کنم. میکنم گاهی مثلا آمریکا اینا میره میکنم. مثلا میگم تو نیویورک هم مثلا میرم همه دنبال اینن که برن یه جایی ببینن اینا. من اکثر از پیرمردا در شرق بازی کردم. من بهترین آهنگایی که دوست دارید و که گرفتم میذارم رو ویدیوتون و اونجا دیگه شما دیگه تصمیم بگیرید. حالا اینو نه بهتون میگم، ولی بهترین آهنگایی که شما برایشون گرفتید و میذارم رو آهنگای شما. ببین آهنگ خیلی چیزی که ما خیلی تعدادش زیاد. من آدم موزیک و کتابم، یعنی من با کتاب زندگی میکنم، با موزیک بیدار میشم، با موزیک میخوابم. اصلا موزیک باعث میشه من بتونم شکوفاشم، عکاسی خیلی خفن داشته باشم. به شدت موزیک خفن اینا به شدت بزرگترین، یعنی مثلا من برای حتی مثلا تفکیک قدرت تفکیک صدا رو خیلی برام مهمه، بو خیلی برام مهمه، کتاب خیلی برام مهمه. سنسوری مثلا میپسندم. آره مثلا این مدلی هم. بعد واسه همین تعداد موزیکایی که دوست دارم سبکشون خیلی متنوع است، ولی خب یه سری چیزا خیلی دیگه مثلا تو موقعیت خاص دوست دارم گوش کنم. چه جالب. دلیل این که ما اینقدر دقیق میگیم از همینه که ما هیچ شاعری فکر نکنیم اینجوری پیدا کنیم که ما 24ی با همیم. آره کار تو اینجایی خانومت نیست. ولی من سر کارم، روزا هم با من سر کاره. ما با هم بیدار میشیم، با هم میخوابیم. واقعا این 7 سال فقط یه 2-3 ماه 4 ماه که حوصله میکنن مردم. یعنی تو دوره کرونا خیلی دیدی با هم اختلاف داشتن و اینا. ما دوره کرونا کلا میشستیم با هم فیلم نگاه میکردیم، سریال میدیدیم. اون روزی که خالیم با همیم، با هم لش میکنیم. روزی که سر کاریم با همیم، شبا هم که با همیم. بعد یه وقتایی مثلا احساس میکنه من احتیاج به تنهایی دارم، یه وقتی من احساس میکنم که نباید دور برش باشم. من جلو خود قبلا اصلا نگفتم، اولین بار دارم میگم. یه کوچولو فاصله رو باش حفظ میکنم. ولی نه که مثلا از خونه بره بیرون. فاصله میز باش از این اتاق اون اتاق. خوبه اتفاقا. چند دقیقه احساس میکنیم که اون داستانی که گفتی که از آدما بدی نمیبینی، همه آدما رو که خوبیشون رو میبینی. من یه معلم اجتماعی داشتم اول دبیرستان و این واقعا یه آدم زشته بود، یعنی کوتاه از نظر اجتماعی که آدما میبینن. خودش معلم اجتماعی بود ولی آدما میبینن مثلا آدم کوتاه با کله مثلثی، اصلا خیلی لاغر، عجیب بود برام. این اصلا روز اولی که اومد من گفتم وای این چقدر بده، چقدر داغون، خدا رو شکر من اینم. 1 ماه نگذشت من یک آدم فرشته با علم و تنها کسی بود که من هایپر اکتیو روانی تو کلاس که همه آرزو میکردن اخراجم کنن رو تو این 20 میگرفتم و میشستم تا آخر کلام به کلامش گوش میدادم، چون لذت میبردم از حرف زدن. دمش گرم واقعا. میگم اونجایی که میگم من تلاش میکنم که اینجوری باشم که مثبت نگاه کنم، یه سری آدم‌ها این شکلی تو زندگی آدم میاد، آدم میگه نه به صورتش نگاه نکن، شاید سیرتش یه جوری باشه. سیرتش هم داشته چی؟ اونو دیگه من کاری ندارم، اون مثلا دیگه برای من که اصلا خط قرمز. روزا اینجوری که میگه که مثلا ببین چرا سیرتش زشت شده. آره میشنم برای خودم آنالیز میکنم، شاید مثلا یه خانواده دیگه در یک محیط دیگه بزرگ گناه داره مثلا اینطوری. خودش نبود بعد این اینجوری شد، پس تو مثلا از این آره واقعا اینجوریه. آخه هست اینطوری. اگه اینجوری شده باشه کلا اینجوری هست. آره واقعا اینجوری هست. من فکر می‌کنم که آدما به قول تو که لایه‌های مختلفی دارن. حالا یه سری چیزا اکتسابیه، یه سری چیزا تو جریان زندگی اتفاق میفته. گاهی وقتا حتی خود ماها ناخواسته یه سری اتفاقا رو تو آدما بدون اینکه بدونیم که باعث ناراحتیشون شدیم. آره شاید واقعا یه وقتایی ما نمیدونیم. باعث میشه آدم. آره من همیشه چون فیلم بردارم خودم باش دوربینم، یه وقتی دلم یه چیز میخواد، تو میوه نمیخوای یه دونه دیگه چون دل برق میزنه. سوپر با ادبه. آره سوپر با ادبه. برو یه آره چون خودش هم فیلم برداره، اون پشت وایساده دوربین دستم در آورده. ولی این در واقع
سال 2020 که من جزو 13 عکاس برترشم، میشه رتبه 13 عکاسان برتر جهان رو آوردم تو شاخه ودینگ و اینو الان مثلا ببینیم مال اپیک لوکیشن کاتگوریشه. سال 2020 بازم برنز. بله این سیلور نقره است بازم برای 2020. انواع اقسام رنگا رو دارم. اینم گلد طلا گرفتم بازم برای ودینگ دیتیل گرفتم. اینم ودینگ مومنت، مال کدوم این کشور؟ مدال افتخار جهانی و یعنی بزرگترین داورای عکاس جهان رو داره این در واقع وبسایت. و اینم باز آنریبل، اینم مدال افتخاره باز برای اپلیکیشن. اینم میبینید مال 2019 البته. اینا حالا چند دارن؟ اون 2020 بودن، بزرگم اگه نگاه کنید زیر سر 2020 ولی این 2019. اینا مال 2019. یه سری دیگه هم هست که هنوز چاپ نکردیم، یعنی باز چند سال مختلف من خیلی جایزه درو کردم که هنوز آره باید وقت خونده بره چاپشون کنه. داری میگیری؟ یکی از اوناست اینجا جانش آوردیمش اینجا. این که دیتا ساینس مال منه. این ایزوهای مجموعه است. اینم دنیای دیجیتال. یه مدرک ترکیه برای ورکشاپ ترکیه روزا بود. اون بالایی از دانشگاه مریلند آمریکاست که روزا اونجا تدریس میکرد. ازش تشکر کردم. این کلاسیکالی بود من خودمه. اینم فتوشاپ لایترومه. روزا این مال کجاست؟ این دومی زیر اون دانشگاه مریلنده. این؟ آره. این مال مؤسسه نوربینه، یه چیز گذاشته بود، یه ورکشاپ گذاشته تو استانبول. اینم سرهان سرتر مال دبی امارات 2013. Rosaria sei figlia del mare, ti guardo e capisco il Salento, la pelle di sale già nera di sole, taranta che pizzica dentro. Gli scogli di Leuca ci chiamano, Rosaria io sono sposato, ma cosa stiamo facendo? Stiamo dando vita ad un'alba al tramonto, Rosaria mia mai scorderò, quell'unico bacio, quell'unico abbraccio e il pianto violento che i volti non do, non posso gettare 15 anni al vento sferzò.
هستن و آثارشون اینجاست. از اونجایی که ما همیشه جفتمون به تنهایی حتی قبل از اینکه ما هم آشنا بشیم عاشق اکسسوری و کار دستی بودیم و یه موقع هم چون خواستیم بریم خونه یکی کادو ببریم همیشه ناراحت بودیم که اصلا هیچ جایی وجود نداره که اون چیزی که سلیقه ماست، دستسازه های مردم، واقعا ایرانیزه دستسازه زحمت کشیده شده خفنی باشه که مثلا حالا هم قیمتش نرمال باشه هم خوشگل باشه، قابلیت کادو دلخواه آدم داشته باشه نبود واقعا تو آمل. بودن فروشگاه خیلی خوبی هم هستن ولی بیشتر وارداتی هم. نخوام شعاریش کنم نخوام کلیشه‌اش کنم، چیزی بود که هم خودمون خیلی دوستش داشتیم هم مکمل کارمون هم بود یه جورایی دیگه. اومدیم تو این وادی. به جن یا ماورا اعتقاد دارین؟ حالا جن فلسفه‌اش نمیدونم ولی واقعا به بعد چهارم و ماورا خیلی اعتقاد دارم. حس می‌کنید موجودات دیگه اینجا دارن با ما زندگی میکنن؟ یه سری چیزا گاهی وقتا میبینم که واقعا با عقل جور در نمیاد. یا مثلا همین دیگه، مثلا من یه سری چیزا بعد از رفتن سوها، یه چیزی که من براتون تعریف کنم که دوتایی مشاهدش بودیم، 24 ساعت بود سوها رفته بود و من خب حال خوبی نداشتم. حالا من میگم هی به ما پول و اینا میزدن، عارف داشت لباس تنم میکرد، پا شدم مثلا حال عادی نداشتم. بعد یهو سوها داد زد گفت مامان. من عارف با هم شنیدیم. اینجوری بودیم که اصلا من یهو اینجوری شدم روزم هر دومون اینجوری شد. بعد صدا یه جایی می اومد که هم تو گوشمون بود هم هیچ جایی نبود. تو چی؟ جن ما چرا؟ من یه بار تو زندگیم به جن ایمان آوردم واقعا. حالا جن یا هر چیزی مشترکه اتفاقا با دو تا از دوستام که الانم با هم در ارتباطیم. خیلی ما درس میخوندیم بین کاردانی کارشناسی. من رفتم رینه برای درس خوندن، من رینه ای هم دیگه. رفتم یه علاقمون، بعد رسول یه رفیق دیگه هم اومده بود پیشم. ما خوندیم تا شب کنکور کارشناسی، برگشتیم آمل، من کنکور دادم و این حرفای، 2-3 روز آمل بودیم. بعد یه رفیق دیگه اون بردیا رو گرفتیم و رفتیم رینه. خونه رینه ما اینجوری بود که پدر مادر من که 7-8 سال بود نیومده بودن. من کلیدشو داشتم که یه وقتای عماد داشت، یه وقتای من می‌خواستم برم میداد به من و عوض می‌کردم. یه دستی کلید بیشتر نداشت. بعد در پنجره، چون زمستون اونجا نیستیم دیگه، خونه یلاق اینجوری در پنجره هواکش آشپزخونه اینا همه دزگیر داشت، هم قفل زده خفن. ما رفتیم قفل بس اینا همه چی بود، رفتیم در خونه رو باز کردیم، دیدیم خونه کاملا به هم ریخته، کاملا. گفتیم خب دزد اومد خونه دیگه. ما 2 روز نبودیم، 3 روز نبود. همینجوری داشتیم میگشتیم که این همه چی به هم ریخته بود، یعنی تا لباسا ریخته بود وسط. قشنگ انگار دزدی اومده کل خونه رو گشت. میگشتیم دنبال این که ببینیم آقا چی بردن چی نبردن. رسول یهو منو صدا کرد، بیا اون اتاق. خونه ما هم توی رینه چسبیده به قبرستون امامزاده محمد طاهر، خونه سابق اومد بود. بعد رفتیم دیدیم آقا این دزد حالا انسان دیگه، هیچ وقت حالا هر چقدر لامذهب باشه نمیاد مثلا قرآن مادر بزرگی ما روی تاقچه رو برداره، برگاش همه رو پاره کنه، بعد مهر سجاده رو برداره، مهر رو خورد کنه، تسبیح رو پاره کنه، بدون تسبیح رو از اینجا تا آشپزخونه تا حموم توالت بگیره پخش کنه. بعد آره، بعد اونجا بود که ما گفتیم احتمالاً دزد نبود دیگه، چون زنگم زدیم، اماد گفت من نیومده بودم، اینا درام که همه قفل بود، همه هم چک کردیم.
و اگه دزدم بود خب چرا قرآن رو جابجا کرد؟ قرآن دیگه اینو از زبون 3 نفر من شنیدم. بعد ما شب اومدیم خوابیدیم همونجا با ترس و لرز زنگ زدیم، یه رفیق دیگه همون هم از رینه اومد، 4 نفر شدیم تو اتاق خوابیده بودیم، داشتیم با هم یه حرف می‌زدیم رو به صف، برقام خاموش، یه نور زردی کل اتاق روشن. بعد من گفتم رسول مسخره زنه، مثلا فلاش گوشی خاموش کنید، گفت من نبودم، بردیا تو بودی، گفت نه من نبودم اینا. بعد من یادم اومد که فلاش موبایل زرد نیست، من تعمیرکار موبایل بودم دیگه، تو گوشیدم گفتم فلاش موبایلتون روشن کنین، هم فلاش موبایلشون روشن کردیم سفیده. بعد اتاقم فقط این مهتابی سفید داشت. بعد پاشدیم دیگه نخوابید. نه برنگشتیم، صبحش رفتیم خانسار اصفهان. یه کلن رفتیم کلن از منطقه دور رفتیم ییلا. ولی جالبه من اینو از زبون هر ستاشون شنیدم، هر دوتا. بردیا نهیدید خیلی باحال بوده. میگن اصلا رد گاز گرفتن روی دون تسبیح رو گاز زده بود. دون تسبیح مثلا پلاستیکی دید، چه پلاستیک فشرده‌ایه اصلا بشکنیش دیگه. تو فکر کن اول بردیش حرارت بدی بهش، بعد گازش بزنی این دفرمه شه و جای مثلا این فرو رفتگی توش بمونه. عجیب بود. حالا جن یا یه دزد مریض. یه مسئولیت اجتماعی داریم براتون. میدونید دیگه ما همه کارهایی که داریم انجام میدیم غیر از اون کاری که برای نونه، ما باید یه خدمتی یه چیزی به دیگران بیافزاییم. شما که ماشاءالله با علمتون به دیگران رو برمیگردونید، به اون حمایتشون میکنید، کمکشون میکنید. ولی میخوام یه ذره فراتر بریم، یه کاری بکنیم که مسلما غیر از اون آموزشی که میدید شما توی گالری خودتونم از زنان خیراندیش بچهای دیگه کمک میکنید و کاراشون رو میارید میفروشید. اینا خیلی ارزشمنده. من کاراشون رو مستقیم نیومدم از زنان خیراندیش بیارم، ولی خب خیلی حمایت کردم همیشه از پستاشون و اینا، و اینکه خیلی آدمایی رو که اصلا کسی نمیشناخت و پیدا کردیم و اثراشون رو آوردیم تو گالری. آره ما جوشکار داشتیم، الان مجسمه سازش کردیم، خرج زندگی رو با ساخت مجسمه چوبی میده. یه آدم خیلی خفن. مجسمه که دیدی چه خفنه. آره کارون بود، دلی میتراشید انقدر مثلا هیچ وقت ازش پول در نیاورده بود که خانواده هیچ انگیزه‌ای نداشت که تو مثلا وقت خودت داری میگیری برو. بعد اون روز افتتاحیه ما که کاراشو آورده بودیم، خانواده‌شو آورده بود توی گالری و نشون میداد ببین خیلی خانواده‌ها هستن بالاخره چیزایی که من تراشیدم مثلا جایگاه پیدا کرد و قیمت گذاری کردیم، فروختیم براش، الان داره گذران زندگی میکنه باش. اصلا خیلی خانوما هستن که خودشون مسئول زندگیشونن، خرج بچه‌شون رو دارن در میارن و ما دست‌سازه‌هاشون رو میاریم تو گالریمون برای فروش. بسیار عالی. و اگر اجازه بدید ما برای این برنامه چه مسئولیت اجتماعی رو باید بپذیریم؟ من نمیدونم دیگه چی باید بگم. چی دوست داری؟ من دوست داشتم که بگم مثلا اگر تا حالا همون زنان خیراندیش یا آریان هستن که کسایی که همینجوری بخوایم بهشون کمک کنید که کاراشون رو بیارید بیشترشون کنید. حتما. یه چند نفر از طرف ما هم به شما معرفی بشن. حتما با عشق این کارو می‌کنیم. مثلا گالری برای همین زدیم. آره. اصلا نگفتیم توی این مصاحبه که ما گالری فروش آثار هنری از هنرمندان ایرانی داریم. میگیریم مسلما اون وسطای کار رو ازش میگیریم. گالری قضیهش اینه که در بهترین حالتش نمیتونه پول یه شب مجلس ما در بیاره. همون میدونیم. و اینه واسه فقط جنبه حمایتی و فرهنگی داریم. همین که ما همیشه میرفتیم دنبال کادو، جایی نبود که چیز هنری و اینا بفروشن، هر چی هم هست چینیه، بازار ایران چین، در صورتی که کلی هنرمند ایرانی داریم که کلی اثر خفن دارن، جایی برای فروشش نداره. بله. ما توی منطقه خودمون لاغر تو تهران گالری زیاده. تو منطقه خودمون یه گالری دیدی داشتیم که اونم جمع شد تا پایین گالریش، بعد دیگه نبود. یه گالری دیگه هم بود اونم جمع شد، اصفهانی بود. برای ما یه گالری زدیم که فقط هم باید ایرانی باشن، فقط هم باید دستسازی باشن. این چیزی که با تولید انبوه میشه و با دستگاه تولید میشه رو نمیاریم، کارگاهی و خانگی. خیلی کار ارزشمنده، واقعا ازتون ممنونم. کادویی هم که آدم برای کسی میگیره ارزش شما خیلی فارغ از مسائل مالی، چون دستسازه است، اصلا یه
ارزش دیگه ای پیدا میکنه. مثل کاری که من برای روزه بله بله 100%. برنامه‌مون داره به پایان خودش نزدیک میشه. حرف آخری اگر داری دوربینتون اونجاست روزا جان، از شما شروع میکنیم. مرسی از خودت اول، اینقدر خلاق و پر از ایده‌ای. مرسی از اینکه ما رو انتخاب کردی و اینکه امیدوارم که نفر بعدی که جلوی دوربینت میاد خیلی چیزای بیشتری از من داشته باشه که بهت بگه. خیلی خوب بودی، عالی بودی، لذت بردم. من دست شما نکنه، من با اون دوربین بله یه باز پرنده دارتش، دست شما درد نکنه. مرسی که وقت گذاشتیم و مرسی از همه بینندگانی که تا این انتها دیدنش. اونایی که فکر کنم به این لحظه میرسن دمشون باید خیلی گرم باشه. خیلی دم شما گرم، واقعا لذت بردیم. من که کلی کیف کردم، مسلما یکی از شوهای جنجالی و جذاب ما خواهد شد. فقط یه چیزی بگم، کسی که این خداحافظی رو دیده یه کامنت لایک بذاره، جلوی لایک قلب بذاره، بریم کیا تا آخر دیدن. جذاب میشه. مرسی. یه لایک بذارین جلوش یه قلب، یعنی لایک و قلب که ما بدونیم تا آخر دیدین، که ما بفهمیم تا آخر دیدین. بعد بین اونا یه جایزه از طرف گالری ما بده. خیلی موافقم. یه پارت عکاسی هم من میدم. دیگه چی میخواین؟ مرسی که تا اینجا همراه ما بودید. برنامه ما رو میتونید از همه پادگیرها و سوشال مدیاهای مختلف ببینید. تو آپارات هست، تو یوتیوب هست، تو اینستاگرام به صورت شورت گذاشته میشه و شما بگید با کی گپ بزنید. مرسی.